سلام دوستان، دکتر کی روز جمعه میخواستم درباره این داروی جدید به اسم Human Recombinant ACE2 حرف بزنم. خیلی از شما به من پیام زدین پرسیدین چیه، یکم بیشتر توضیح بده. خبر خوبیه به نظر من و دوست دارم اینا رو قشنگ توضیح بدم که میگم یکم خبرهای بد میشنویم، بهتره یکم خبر خوبم بشنویم. و اسم این دارو هست، حالا مخففش هست HR ACE2 و یه اسم دیگه هم داره، اسم دیگهش هست APN01. حالا من این پایین قشنگ می‌نویسم اینا رو. و این یه داروییه که کاری که میکنه یکی از اولین داروها هست که تو زندگی ویروس کرونا دخالت میکنه، یعنی دخالت خیلی دقیق تو خود ویروس کرونا. ما تا الان داروهایی که استفاده کردیم مال بیماریهای دیگه بوده، مثلا هایدروکسی کلoroquine مال مالاریا بوده، کلیترا مال HIV بوده، رمدزیویر مال ایبولا بوده، همین فویپراویر که اینقدر حرفش شده بود مال آنفلوئنزا بوده اول، اما خب جوابای خیلی خوبی هم برای کرونا میده. اما با اون وجود دارو خیلی به خصوصی برای کرونا هنوز در نیامده بود تا این تحقیقات در اومد که تو ژورنال سل پابلیش شده و اسم تحقیقاتش هست Inhibition of SARS-CoV-2 Infections in Engineered Human Tissues Using Clinical Grade Soluble Human ACE2. و این یعنی چی؟ برای اینکه ترجمهش بکنم، یعنی داره میگه ما یه سلولای آزمایشگاهی برمی‌داریم و ویروس کرونا رو میریزیم روشون و این دارو HR ACE2 هم میریزیم روشون و ببینیم چه اتفاقی میفته. و تو تحقیقات نشون دادن که واقعا این از عفونت اون سلولا جلوگیری کرده. حالا مکانیزمش چیه میخوام الان بهتون توضیح بدم و ببینیم که خیلی جالبه. یعنی کاری که کردن واقعا یه امیدی به من داد که ما به زودی امکانش داره ویروس کرونا یه درمانی واسش داشته باشیم. اما خب میگم هنوزم مراحل اولیه هستیم. کمپانی اپیران بایولوژیکس داره فیز 2 کلینیکال ترایلز برای این ویروس رو شروع میکنه. همونطور که یادتونه هر دارویی باید چند تا فیز رو بگذرونه، یعنی فیز 1 2 3 حتی 4. اینا فیز 2 رو میخوان شروع بکنن، یعنی 200 نفر آدمایی که کرونا گرفتن رو میخوان با این دارو درمان کنن ببینن چقدر جواب میده. خوبیش اینه که رو 89 نفر قبلا این دارو رو دادن و هیچ عوارض خیلی بدی نشده، یعنی چی مثلا حالش اونقدر بد نشده. بر همین فکر کنم ممکنه خیلی خوب جواب بده و اگه اون اطلاعات و اون تحقیقات هم در اومد حتما شما رو در جریان میذارم. پس بیاین شروع کنیم درباره مکانیزم این دارو یکم حرف بزنیم. دارو خیلی جالبه، فکر کنم توضیحش هم خیلی سخت نباشه. حالا بیاین از بیسیک دوباره شروع کنیم. این ویروس کرونا است، وقتی که وارد بدن یه مریض میشه کاری که میکنه میره تو ریه و این سلولای تو ریه هستن و همه سلولای گیرنده‌ای روشون دارن و ویروس کرونا میاد خودشو میچسبونه به این گیرنده و اسم این گیرنده از قبلم که دربارش حرف زدم هست ACE2 و این گیرنده فقط روی سلولای تو ریه نیستن، جای مختلف بدن هم هستن. مثلا توی دستگاه گوارش سلولای دستگاه گوارش هم ACE2 دارن، برای همین ویروس کرونا میتونه به ACE2 سلولای دستگاه گوارش هم بچسبه و عفونت هم اونجا ایجاد بکنه. برای همین هست که مثلا علائم دستگاه گوارشی هم بعضی بیمارا دارن، مثلا اسهال، حالت هوا، بی اشتهایی، یا این گیرنده تو کلیه هم هست. برای همین مثلا ما شنیدیم کسی که کرونا گرفته مثلا کلیهش درگیر شده. خلاصه این یه گیرنده خیلی مهمیه و دارویی که اینا درست کردن درست همین گیرنده است. بعد حالا بیسیک دوباره ویروس میاد خودش رو میچسبونه، یه سری چیزای ژنتیکی داره که وارد سل میشه، تکثیر میکنه و دوباره میره بیرون و ویروسای جدید درست میکنه که اینا میرن سلولای دیگر رو اینفکت میکنن یا عفونت رو ایجاد میکنن. حالا این دارویی که اینا درست کردن اسمش چیه؟ اسمش هست Human Recombinant Soluble ACE2. یعنی چی؟ یعنی اینو ورشن همین گیرنده رو درست کردن، یعنی بایو انجینیر کردن که کپی همین گیرنده‌ای هست که رو سلولای تو ریه هست. و این ویروس وقتی که وارد بشه، اگه یکی مثلا عفونت کرونا رو بگیره، اگه شما قرص رو خورده باشین یا اگه مثلا تو طول عفونت این قرص رو بخورین، انقدر از این دارو هست که انقدر شبیه گیرنده است که ویروس اصلا گیج بشه. مثلا به جای اینکه بره بچسبه به سلول میاد میچسبه به اینا و خنثی میشه، یعنی ویروس از بین میره. اگه ویروس نتونه به یه سلول بچسبه و چیزای ژنتیکش رو تکثیر بکنه، دیگه ویروس از بین میره، دیگه نمیتونه زندگی بکنه. برای همین این درست همین کاریه که این دارو میکنه. حالا این دارو یه کار دیگه هم میکنه. کار اصلی دیگهش چیه؟ اینه که از اون التهاب تو ریه جلوگیری میکنه. و چجوری جلوگیری میکنه؟ قبل از اینکه اونو بهتون نشون بدم و درباره یه چیز دیگه حرف بزنم. این سلولای تو ریه شما دو نوع هستن. خب این نوعیه که
یه نوع دیگه هم هست، نوع 2. بذارین اون ورکی بگم. این نوع 2 و نوع دیگه هم هست که این نوع 1. حالا سلولای نوع 2 چرا مهمن؟ به خاطر اینکه اینا یه دونه مایع درست میکنن و اسم این مایع هست سرفکتنت. فارسیشو نمیدونم، اما اگه کسی میدونه زیر پست بنویسه که ما همه بفهم. و سرفکتنت چی هست؟ یه مایعی هست این مثلا صابون که هممون داریم، تو ریه‌مون داریم و کاری که میکنه ریه ما اینه مثلا یه چیزه، اینه یه بالونه، اینه یه بالونه و توش اگه خالی باشه و فقط هوا باشه میتونه به راحتی اون آرکیتکچرش رو از دست بده. برای همین سرفکتنت خیلی مهمه. مثلا بچه‌ها که اول به دنیا میان این سرفکتنت ممکنه به اندازه کافی نباشه و بچه‌ها خوب نتونن نفس بکشن. و کاری که ما بهشون کنیم مثلا بهشون استروید میدیم و استروید کاری که میکنه این سرفکتنت رو زیاد میکنه. برای همین میخوام بگم که این چیز خیلی مهمیه که ما تو ریه‌مون داریم و هم محافظت ریه میکنه، هم از عفونت جلوگیری میکنه و اینجور چیزا. حالا اتفاقی که میفته ویروس کرونا میاد همین ACE2 رو میچسبه و این سلولا رو چیکار میکنه؟ از بین میبره. این سلولای تایپ 2 رو از بین میبره. وقتی که این سلولا از بین برن سرفکتنت بدن ما هم کم میشه و ریه ها خیلی التهاب میگیرن و خوب کار نمیکنن، آرکیتکچرشون از بین میرن. این یکی از دلایلی هست که اون بیماری آردز ایجاد میشه و آردز به خاطر همینه، به خاطر اینکه سلولا سرفکتنتشون از دست میدن، این سلولای تایپ 2 یا نوع 2 از بین میرن و برای همین بیمارا برای همین هست که روی دستگاه تنفسی میمونن، چندین هفته روی دستگاه تنفسی میمونن، به خاطر اینکه خیلی میگذره تا بدن شما بتونه دوباره این سلولا رو درست بکنه، مخصوصا شماره 2 نوع 2 شو، و بتونه دوباره این مایع سرفکتنت رو درست کنه. و خوبی این دارو HRSase2 چیه؟ میاد این همین گیرنده دوباره این ویروس رو جلوگیری میکنه که اصلا دیگه این اتفاق نیفته. پس دو تا اتفاق میفته، نه ویروس میتونه بره سل رو چیز کنه، بچسبه به سل و باعث عفونت سل، از بین رفتن سل بشه، و نه ویروس میتونه تکثیر بکنه و بره سلول دیگه، یعنی کاملا میتونه از این بیماری جلوگیری بکنه. پس این شد مکانیزم این دارو. واقعا چیز جالبیه، اما خب بازم آخرش میخوام بگم که این هنوز مراحل اولیه هست، یعنی ما تازه فیز 2 رو داریم شروع میکنیم. من حتما اگه دوباره تحقیقاتی در مورد این دارو اومد یا داروهای دیگه که به خوبی این کار میکنن رو سلولایی که با کرونا اینفکتد میشن با شما صحبت میکنم. خیلی ممنون دکتر کی، تا ویدیو بعدی.